فصل جدید لالیگا با داستانی کاملا متفاوت. بارسلونا تو اوج اقتدار و رئالی که هر روز وضعش بدتر میشه. آیا سرنوشت فوتبال اسپانیا تغییر میکنه؟ با من همراه باش تا بفهمیم چی شده و چه قراره بشه. بارسلونا پس از چند فصل نچندان خوب و گرفتن نتیجه‌های ناامید کننده بالاخره به اوج خودش برگشته. فرمی که قطعاً هوادارهای بارسا دلشون واسه این فرم بازی تنگ شده بود. با یه خط دفاعی مستحکم، هافک‌های خلاقش و خط حمله‌ای که مدام گل میزنه، بارسا رو تو این فصل به کابوسی برای حریفاش تبدیل کرده. تیمی که مهم نیست حریفش کی باشه، میخواد ضعیف‌ترین تیم جدول باشه یا قوی‌ترینشون. دروازه همشون رو سوراخ کرده و بردهای پرگلی رو به دست آورده. مثل برد 4-1 جلوی بایر مونیخیا تو لیگ قهرمانان. بردی که دل هوادارهای بارسا رو بد جوری شاد کرد و بالاخره اون انتقام شکست 8-2 رو از بایرن گرفتن. یا نتیجه فوق‌العاده 4-0 جلوی رئال مادریدیا، اونم کجا؟ تو سانتیاگو برنابئو، جایی که معروف به جهنم برای حریفای رئال. اما این بار خود رئالیا تو این جهنم سوختن. حالا مگه این تیم تو این فصل چه تغییری کرده که اینجوری حریفاشو داره له و لورده میکنه؟ میشه گفت دلیل اصلیش هانسی فلیکه، مربی که بارسا رو تشنه گلزنی کرده و مهم نیست چند تا جلو باشن، بازم گل میخوان و اصلا براشون بازی دفاعی معنی نداره. البته استراتژی خط آفساید بارسا تو این فصل خیلی خوبه. همینجوری امباپه کل ال کلاسیکو رو تو آفساید گذرونده. بارسایی که تشکیل شده از یه سری ستارهای جوون و به قول جواد خیابانی بچه مدرسه‌یا، داره پوزه همه تیم‌های بزرگ لالیگا و حتی اروپا رو به خاک میماله. به نظرتون این فصل بارسا میتونه چمپیونز لیگو ببره یا بازم هواداراش باید منتظر بمونن؟ از اون طرف اوضاع رئال هر روز داره بدتر میشه. از شکستای سنگینشون جلوی بارسا و تحقیر شدنشون اونم توی خونه گرفته تا دادن توپ طلا به رودری به جای وینیسیوس. بد بیاری پشت بد بیاری. تیمی که تو خودش دو جین ستاره داره ولی هر روز داره وضعش بدتر میشه. رئال تو لالیگا با اختلاف 9 امتیاز با بارسا تو جایگاه دوم قرار داره و تو جدول لیگ قهرمانان هم با 2 برد و 2 باخت رتبه 18 رو با 6 امتیاز گرفته و فعلا جزو تیمایی که قسمت پلی آف قرار دارن. وای فکر کن رئال تو مرحله بعد نبینیم. دیگه وضعیت رئال به حدی رسیده که حتی تیمی مثل ستاره سرخ بلگراد کلیپی منتشر کرده و به رئال طعنه زده و گفته که رئال باید خودش آماده کنه. ما از بارسا باختیم اما تونستیم بهشون 2 تا بزنیم. میتونیم از صد رئال بگذریم. دیگه آخر الزمان شده دیگه. تیمی که تا دیروز به کیوی میگفته سیب زمینی پشمدار، حالا چه ادعایی که نمیکنه. به هر حال فکر میکنین دلیل اصلی شکست اخیر رئال چیه؟ معصومیت کارواخال یا نبود تونی کروز یا شاید هم به خاطر پاقدم امباپه است؟ کی میدونه. به هر حال فوتبال همیشه پر از شگفتی بوده و تا آخرین لحظه‌شو نمیشه پیش بینی کرد. نظراتتون رو با من به اشتراک بذارین و یادتون نره که کانال رو سابسکرایب کنین. مرسی از شما.